من با شکرگزاری از این وطن بسیار زیبا، با شکرگزاری از این تاجیکستان صاحب استقلال سرول میخواستم یک ترانه دوست داشته همه ما و شما که از استاد بزرگ صابر شادروان هممون دوستشان می‌داریم و از شادروان دوستی بسیار عزیزی قدردان ما قربان علی عبدالله که آهنگ بسته بودن سرول میخواستم با یاد از همین استاد عزیز دوستای عزیز و همین قشلاقه که من باید چپوتی داره در خونم بعدتر ترانه های رقصی برای هم ایشون و اینم با زنان و مادران عزیزی که در خانه نشستن یک لحظه شناس شدم و بار دیگر افتخار از همین مادرای نازنین کردم، بار دیگر از افتخار از مادر تاجیک بودن کردم که قدر زنای ما زنده دید شده چهره دلشون واسه قدر سخنهای زیبا میگن شیرین سخن هستن. اپای گلرخسار برای همه شما مادرای عزیز میگوید که تو را در عالم فانی فنا نیست، مقامت را بجز حمد و ثنا نیست، بلندی های تو از خاکساری است، بزرگی های تو از بردباری است، جهان از مهر تو خورشید خواه است، نمردن در قدم هایت گناه است. برای قدم های هر یک مادر عزیز میگن نمردن گناه است. صدقه همه شما بازم سربلند باشید.